یه سوال از شما دارم، مسلم ابن عقیل معصوم بود؟ خیر. اما مردم ملزم بودن به حرفش گوش کنن. کدام مردم منتظر کوفه که نامه نوشته بودن آقا بیا و دعا میکنن اللهم عجل ولیک الفرج. مسلم فتوای جهاد داد دیگه وقتی هانی رو گرفته بودن. آقای سلیمان سرد خزاعی چی میگه؟ بعد حرف زد گفت تو چی میگی؟ تو بچه بودی زمانی که منو پیغمبر با هم آب گوش میخوردیم. پیرمردا بود دیگه. از صحابه رسول الله من خودم فقیهم. مثلا حق نداری فتوای جهاد بدی. امام حسین بیاد فتوای جهاد بده ما گوش میکنیم. سلیمان سرد خزاعی میگه ببین ما خود امام قبول داریم، تو رو قبول ندارم. اگر به حرفش گوش داده بودن امام حسین میرسید کوفه، ورق تاریخ برمیگشت. خدا با سلیمان سرد چطور میخواد حساب کنه نمیدونم، به خدا نمیدونم. بعدش هم قیام توابین درست کردن و خودشونو به کشتن دادن. هیچ اون موقع که باید میومدی عقبی. مسلم دست تنها گذاشتن، مسلم به قتلگاه رفت. اون روزی ابا عبدالله صدر زین به زمین خورد که مسلم از روی دارالاماره انداختنش پایین. اون روز تصویب شد، امضا شد، گفتن اینا پا تو هم وای نویسته. سر نماز وایساد، برگشتید همه در رفتن دنده عقب. مسلم معصوم نیست، اما تو رو خدا شما چه اگه کربلا یه بار رفته باشی، 2 تا زیارتنامه است اونجا ویژه است. یکی زیارتنامه عباس ابن علی علیه السلام، یکی مسلم ابن عقیل. در هر دو یک فراز داره، لعن الله من جهل حقک. لعنت بر هر کسی که تو رو نشناسه. میدونی یعنی چی؟ یعنی عباس شناسی و مسلم شناسی فرض است، واجب است. خیلی‌ها میرن اونجا خودشونو لعن میکنن برمیگردن. حضرت عباس تا یه حدودی میفهمن. مسلم چرا؟ مسلم ولی فقیه، در اصل غیبته. باید با مسلم مانور بدی برای رسیدن به حسین علیه السلام. یه مسلم شناسی فرضه. معصوم نیست اما فتوا جاده شد گوش. چی میخواد خدا یاد بده؟